سلام. سلام، حالتون چطوره؟ امروز هم اومدیم با یه معرفی فیلم دیگه که برید ببینید و عشق کنید. قبل دیدن ویدیو حتما کانال رو سابسکرایب کنید و لایک ویدیو از یاد نره. بعد این کارا میتونید ادامه ویدیو رو ببینید. My first modeling job. This is a really good first gig. And you get to stay in the model house. Yeah, I'm excited. داستان فیلم چند مدل جوان را روایت می کند که در یک خانه دور افتاده برای یک پروژه عکاسی اقامت دارند. ماجرا از جایی آغاز می شود که 2 نفر نفوذگر نقابدار به خانه حمله می کنند و مدل ها را گروگان می گیرند. هدف این نفوذگران سرقت پول از طریق دنبال کنندگان شبکه‌های اجتماعی مدل هاست. She's just starting out. You're about to be a big model. You really think that? آنها قصد دارند با استفاده از حساب‌های شبکه اجتماعی مدل ها یک لینک جعلی برای جمع‌آوری کمک‌های مالی ایجاد کنند و $1,000,000 جمع‌آوری کنند. You're probably now wondering who we are and what we want. در نهایت بسیاری از مدل ها کشته می شود، اما زویی موفق می شود با استفاده از یک اسلحه از دست نفوذگران فرار کند و It's gonna be okay. دیگه نمیخوام تمام فیلم رو لو بدم. برای اینکه تمام داستان رو بدونید حتما فیلم اصلی رو نگاه کنید و توی قسمت کامنت هم بهم بگو گاهی یه تأثیری گذاشت رود که بری فیلم رو ببینی یا نه. Take our phones. Looks like you're in for a long night. We all have to meet our ends. در آخر میخوام اسم فیلم رو بهتون لو بدم. اسم فیلممون هست مدل هاوس. ولی مشخصات فیلم رو اگه بهتون بخوام بگم، ساخت کشور آمریکاست، با زبان انگلیسی ارائه شده و تایم فیلم 1 ساعت و 25 دقیقه است. سال تولید 2024 که یعنی تازه ساخته و همین سال تولید شده. امتیاز فیلم هم 4.1/10. برید ببینید و عشق کنید. خب دیگه عزیزان دل، رسیدیم آخر ویدیو. امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه و یه جوری مفید بوده باشه براتون. اگه خوشتون اومده حتما لایک کنید و سابسکرایب کانال از یاد نره. شما رو به خدا میسپارم تا معرفی فیلم بعدی.